داشت. با سلام و صبح بخیر خدمت عزیزان، همکاران و اساتید گرامی و ضمن خیر مقدم خدمت همه دوستان بابت تشریف فرمایی به برنامه لایف سرجری اسمایل در بیمارستان نور. خب خیلی مایه خوش. با سلام و صبح بخیر خدمت عزیزان، همکاران و اساتید گرامی و ضمن خیر عزیزان و اساتید دور هم جمع بشن و بتونن دیداری تازه کنیم و همین که برنامه لایف سرجری رو در بیمارستان نور. برنامه‌ای که امروز ترتیب داده شده برنامه در مورد جراحی اسمایل هست. خب همونطور که همه مستحضر هستید و می‌دانیم که جراحی اسمایل جراحی است که در سال‌های اخیر رشد روزافزونی داشته، تبلیغات متعددی شده. برنامه‌ای که امروز ترتیب داده شده روش‌های جراحی که ارائه میشه و چیزهایی که به نفع اسمایل هست در دهه اخیر نشون داده که اسمایل روشی است که رشد میتونه در آینده بیشتر از اینها تبلیغات بشه و یک روش فراگیر باشه. برنامه‌ای که امروز در واقع خواهیم داشت مشتمل بر 5 تاپیک سخنرانی هست و بعد از اون یک استراحت 30 دقیقه‌ای و سپس جراحی‌های لایو رو خواهیم داشت که 10 کیس در نظر گرفته شده. من در ابتدا از پنلیست‌های محترم خواهش می‌کنم جناب آقای استاد دکتر هاشمی، آقای استاد میرافتاب و جناب آقای دکتر استاد امانزاده تشریف بیارن که در خدمتشون باشیم. و سخنران اول آقای دکتر میرافتاب که در مورد هیستوری اسمایل صحبت خواهند کرد. من خواهش میکنم تشریف بیارید و صحبتتون رو شروع بفرمایید. عزیزان سلام، خیلی خوش آمدین. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. شروع برنامه رو با اجازهتون من راجع به تاریخچه و آپدیت هایی که توی روش اسمایل و اعمال جراحیش و دستگاهش وجود داره خدمتتون مختصر عرض میکنم. الان 15مین سالیه که در واقع لنتیکول اکسترکشن با یک دستگاه لیزر از نوع femtosecond توی دنیا انجام شده که خب توسط شرکت کارزایس ساخته شده. یه ایده اولیه‌ای بود، یه ایده خیلی جالب، یه ایده دولتی هم بود توی آلمان که ما در واقع با یک لیزر بتونیم تمام اعمال جراحی رو یه چیزی شبیه femtoلیزیک مثلا بتونیم با یک لیزر انجام بدیم. و با توجه به اینکه دستگاه‌های femtosecond به اصطلاح دلیوریشون و امپلیفیکیشنشون تو تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده بود، این امکان پذیر شد. میدونی که جایزه نوبل چند سال گذشتن تو فیزیک خانم کانادایی به خاطر همین تکنولوژی به اصطلاح امپلیفیکیشن و دلیوری femtosecond لیزر گرفتن. این باعث شد که در واقع اولین عمل جراحی با نام فلکس ارائه بشه، ولی خب یه ایده باز متحورانه این بود که ما کلا فلپ رو حذف بکنیم و از طریق پاکت بتونیم لنتیکول رو خارج کنیم که همون عمل اسمایل که الان میشناسیم و 12 سال از اولین عمل اسمایلی که تو دنیا انجام شده میگذره. این روش فلکس هست. این
روش فلکس هست که ابتدا لنتیکول رو خب همیشه بعد از عمق به سطح بیایم، ابتدا لنتیکول رو برامون دستگاه میزد و بعد ساید کات ها رو میزد و نهایتاً شروع میکرد به زدن فلپ. دقیقاً مثل یک عمل femtolaysic، ولی خب اینجا در واقع اون اصلاح رفرکتیو ما هم توسط femtosecond اتفاق میافتاد و خب بقیه عمل جراحی هم مثل یک عمل femtolaysic. میدونین که لیزرهایی که انرژی بالا دارن مثل دستگاه ویژومکس و مشابهینش یه مقدار چسبندگی ها بیشتره، یه مقدار با فورس بیشتری باید کار کرد و اون چسبندگی ها رو آزاد کرد و بعد از اینکه فلپ رو جدا می‌کردن اون رو کنار می‌زدن و خب مثل یه عمل femtolaysic حالا سراغ لنتیکول می‌رفتن. اینجا هم باز لبه لنتیکول رو همونطور که می‌بینید با دایسکتور پیدا می‌کنن و اون رو پیل آف می‌کنن. این جزء اولین اعمال جراحی بود که دکتر سکوندو در واقع انجام داد و اسمش رو فلکس گذاشتن. و در سال 2008 هم اولین مطالعه همین روش روی 10 تا کیس ارائه شد که متوسط منهای 475 اینا میوپی داشتن و بعد از عمل به منهای 33 صدم رسیدن. تقریبا یه چیز رو 90% مریضا بزوفورمنهای 1 بودن و حدود 40% اون موقع توی بزوفورمنهای نیم بودن، ولی خب به هر حال چون نتایج اولیه بود نشون میداد که بالاخره این توانایی وجود داره که این دستگاه این کار رو انجام بده و خوشبختانه سیفتی خوبی هم داشت. عمل اولیه هم تا انجام شده بود. سال 2011 با کارهایی که دکتر سکوندو و خانم روپالشاه کردن نهایتاً عمل اسمایل در واقع ارائه شد و اولین مقالش 2011 توی 51 بیمار که اونها هم حدود 487 میوپی داشتن و خب نتایج خیلی بهتر بود. پست آپ به حدود به اضافه 3 صدم رسیدن و حدود 80% مریض ها UDVA 20-25 یا بهتر داشتن. اینجا یه مقایسه بین دو روش به اصطلاح با دستگاه ویژومکس 500 و ویژومکس 800 رو می‌بینیم که خب حالا دوست عزیزم دکتر میرشقی راجع به تکنیک عمل بیشتر توضیح خواهند داد، ولی خب اینجا زمان لیزر خب میدونید توی این دستگاه که حدود 500 هرتز هست، بسته به اینکه شما چه پارامتری انتخاب بکنید، اسپیسینگ بین لیزر اثباتاتون چقدر باشه، انرژیتون چقدر باشه، یه چیزی حدود 20 ثانیه تا 35 ثانیه حتی میتونه طول بکشه، متوسط حدود 25 ثانیه زمان لیزر هست و خب بعد از اینکه اینسیژن رو باز کردین شما باید کات آنتریور و پوستریور رو پیدا بکنین و شروع به دایسکشن بکنین. ابتدا آنتریور رو دایسکت میکنین و به صورت کامل حدود 8 میلیمتر شما کپ دارین به طور معمول و بعد هم سراغ پوستریور میرین. پوستریور به صورت کانسنتریک از مرکز شروع میکنین، مرتب بزرگترش میکنین تا به لبه ها خیلی نازک بشن و نهایتا با یک حرکت که در دو طرف انجام میدین لنتیکول رو جدا میکنین. همیشه لنتیکول رو تا آخرین لحظه باید تایت نگه دارین، چسبندگی های اطرافش که بتونین روش کار کنین. حالا تو ویژومکس 800 که یه سرعت 2 مگاهرتز داده میبینید که چقدر سریع در عرض کمتر از 10 ثانیه برای شما لیزر رو انجام میده و این خب باعث میشه که هم به اصطلاح سرعت عمل بالا باشه، هم مریض راحت تر باشه، هم به خصوص اضطرابش کمتر میشه، شانس ویژوال لاس هم ساکشن لاس هم کمتر میشه. از نظر اپرووالایی که توی این سالها گرفت دستگاه ویژومکس توی 2016 برای تا میوپی منهای 8 بدون آستیگمات اپرووال FDA گرفت. اون موقع مریضا 22 سال انتخاب شدن تو مطالعه FDA، ولی الان عدد 20 برای سن به نظر میاد قابل قبول باشه. سی مارکش رو تا منهای 10 و میوپی با آستیگمات منهای 3 گرفت. 2018 FDA باز برای میوپی همراه آستیگمات FDA اپرووال داد و الان ما تا منهای 10 میوپی و منهای 5 آستیگمات رو میتونیم لیزر بکنیم. البته به این معنا نیست که ما قراره 15 دیوپتر یک مریضی رو رفرکتورش اصلاح بکنیم، بلکه در واقع این دو عدد به ما یک توانایی میده که بتونیم شماره‌های مختلف از اسفروسیلن رو با هم
انجام بدیم. و تو ژانویه 2024 هم ویژومکس 800 که آخرین ورژن شرکت زایس هست، در واقع سافت‌ویرش اف اپرووالش رو گرفت برای انجام عمل اسمایل. اینجا میبینید که چقدر به صورت اکسپوننشیال اسمایل تو دنیا داره میزان انجامش افزایش پیدا میکنه. الان تو سال 2024 بیش از 10 میلیون عمل اسمایل تو دنیا انجام شده. از نظر آوتکام ها خب دکتر میرسلیم عزیز مفصل اشاره خواهید کرد. اولین مطالعه 5 ساله که لانگ ترم بود 2016 منتشر شد و نشون داد که از 6 ماه تا 5 سال مریضا کاملا استیبلن، هیچ تغییری نمی‌کنن. بنابراین میشه گفت که یک عمل با سیفتی بالا و لانگ ترم خوب. تو این سالها ایمپروومنت هایی توی دستگاه ایجاد شده. ما بهتر میشناسیم چه انرژی رو استفاده بکنیم. اثبات اسپیسینگ ها اپتیمایز شده که این خیلی مهمه. دستگاه از 250 کیلوهرتز سرعت اولیه الان به 2 مگ رسیده و همینطور وسایل و تکنیک جراحی رو بیشتر جراحا آشنا شدن، تکنیک‌های جدید و نوموگرام دستگاه که به هر حال یه توضیح من با عزتون میدم خدمتون. این توی کنگرم صحبت شد. ببینید توی لیزر اگزایمر ما نوموگرامون با چند تا عامل در واقع تغییر میکنه. مثلا وقتی شماره پایین یا بالا شما دارین لیزر میکنید متفاوته. شماره پایین شما عدد بزرگی رو اضافه میکنید و توی شماره بالا حتی کم میکنید و این به خاطر در واقع اثر کومولاتیو لیزر اگزایمره که وقتی زمان طولانی میشه دراینس افزایش پیدا میکنه و اون اسپات‌های آخر افکت بیشتری دارن. ولی توی عمل اسمایل شما مهم نیست مریض چه ریفرکشنی داره، 2 تا کات براتون میزنه، یک کات آنتریور یک کات پوستریور. اینه که در واقع ضخامتش و شکلشه که داره تعیین میکنه چه ریفرکتیو ارور اصلاح بشه. بنابراین این عامل حذف شده و نوموگرام اسمایل خیلی ساده میتونه باشه. اون چیزی که دکتر راینشتاین پیشنهاد میکنه به طور متوسط 75 سالن به میوپی اضافه کنید و اگر سن مریض همینجور کم میشه بیشتر میشه شما این عدد رو کم میکنید به حدود 40 تقریبا چیزی اضافه نمیکنید به اسفر مریض. برای سیلندر هم خب خیلی صحبت ها زیاده. اون کاری که من میکنم اینه که به سیلندر توپوگرافیک مریض دقت میکنم. گاهی وقتا آندر میکنم مریضا رو، گاهی اوور میکنم و گاهی همون شماره رو براشون اصلاح میکنم. اینجا شما دستگاه ویژومکس 800 رو میبینین که کاملا شکل ظاهریش هم با دستگاهی که ویژومکس 500 هست کاملا متفاوته و حالا یه توضیحاتی خدمتتون بدم. دستگاه همونطور که گفتم سرعت بالایی داره 2 مگاهرتز، در کمتر از 9 ثانیه 10 ثانیه لیزر رو براتون انجام میده. 2 تا کار جدید تو این دستگاه انجام میشه. یکی سنتریشن گایده، یعنی شما وقتی که دارین داکی میکنین حالا تو فیلم با هم میبینین مرکز پوپیل و همینطور ورتکس رو براتون پیدا میکنه و شما رو مرتب گاید میکنه که بریم به اون سمت برای سنتریشن. یکی دیگه هم اینه که سایکلوتورشن رو شما میتونید کنترل بکنید، هم به صورت دیجیتال روی دستگاه مارک اگه قبلش کرده باشین دستگاه رو میچرخونین، یعنی در واقع با نرم افزار میچرخونین لیزر رو، برخلاف 500 که شما باید پی آی رو بچرخونین اگه میخواین آستیگمات مریض رو اصلاح کنین. و دیگه این که مثلا با یه دستگاه مثل آیل مستر میتونه لینک بشه و در واقع اطلاعات محور از آیل مستر بیاد مستقیما به دستگاه و بدون دخالت جراح سایکلوتورشن کامپنسیت بشه. همونطور که عرض کردم سرعت بالا توی ویژومکس 800 باعث میشه حرکات چشم مریض و نگرانیاش کمتر بشه و شانس ساکشن لاس به حداقل برسه. ما فعلا تو ایران 3 تا پلتفرم دستگاه femtosecond داریم که باش میتونیم عمل اسمایل انجام بدیم. شوینگ ایتوس هست که اسم تکنیکش رو گذاشته اسمارت سایت، فمتو LDV Z8 هست که اسم تکنیکش رو گذاشته کلیر و ویژومکس اسمایل هم که زایس هم که از همه قدیمی تره و تنها دستگاهی که FDA اپرووال داره و اسم روشش هم که خب همه آشنا هستیم ریلکس اسمایل. اینجا یک مقایسه خدمتتون میگم. توی شوینگ تا منهای 12 اسفر رو میتونه اصلاح بکنه، در حالی که 2 تا دستگاه دیگه منهای 10. برای سیلندر توی شوینگ منهای 6، تو 2 تا دستگاه دیگه منهای 5.
توی سرعت خب زیمر از لحاظ سرعت بالاتره، بیش از 20 مگاهرتز، ولی در عمل اون با اینکه ویژو مکس 2 مگاهرتز هست، سریعترین در واقع پروسیجر رو براتون انجام میده، از همه دستگاه سریعتره زمان عملی خود لیزر. انرژی ها هم خب مقدار متفاوتن. زیمر خب دستگاهی که لو انرژی، معمولا زیر 100 و بقیه مقدار بالاتر. الان همه دستگاه سایکلوتورشن رو کنترل میکنن، ولی تنها دستگاهی که FDA اپرووال داره فعلا ویژو مکس زایسه. ترایال های هایپروپی هم خب در حال انجام. مطالعات اولیه خیلی جالب نبود. جالبه که اونجا هم اشکال این بود که اپتیکال زونای کوچیک برای هایپروپی انتخاب کرده بودن، ولی خب دکتر راینشتاین نشون داد که ما یه اپتیکال زون بزرگتر مثلا حدود 6 و 3 با یه ترانزیشن زون 2 میلیمتر و همینطور برای مرکز هم یه مینیمم تیکنس 20 میکرون اگر در نظر بگیریم، نتایج خیلی بهتر میشه و تو سال 2022 اول نتایج با این تکنیک رو منتشر کرد که به طور متوسط مریضا به اضافه 3 تا هایپروپی داشتن که 81% تو به اضافه منهای نیم بودن و 93% توی به اضافه منهای 1 و 83% مریضام دیده 20 داشتن. البته یه مقدار 1% ورود لاسا بیسیلیه توی مریضا وجود داشت. خب برای از لنتیکولای اسمایل ما استفاده های دیگه هم میتونیم بکنیم. مطالعاتی هست که مثلا لنتیکول میوپی که شما دایسکت کردین تو برای مریض هایپروپ استفاده کنین، ریفرکتیو روش اصلاح بکنین، یا اینکه توی کاتکونوس برای تقویت قرنی از لنتیکولا استفاده بکنین، حتی برای کورنال پرفوریشن به صورت تکتونیک و همینطور برای در واقع استنت هایی که ما توی گلوکوم میذاریم روی پچ گرافتی که میذاریم، اگه از پچ گرافت قرنیه از این لنتیکولا استفاده کنین، ظاهر خیلی بهتری هم به شما میده. این آخرین فیلمه که من خدمتتون ارائه میکنم، ویژو مکس 800 رو معرفی میکنه. این دستگاه 2 تا بازو داره که یکی بازوی لیزره و یکی بازوی میکروسکوپ برای عمل. اینا جدا جدا ابتدا بازوی لیزر میاد پایین چشم مریض. این حالت خیلی کمک میکنه که اون کلاستروفوبیایی که مریض ممکنه براش ایجاد بشه کم بشه و راحت رو تخت قرار بگیره و این اضطرابش رو کمتر میکنه. خب دستگاه هم که سرعتش بالاست. شما هم کامرای ساید دارین هم کامرای تاپ دارین که هر دو رو میتونین ببینین و داکینگتون رو ملاحظه بفرمایید. اینجا ببینید وقتی داکینگ اتفاق میفته، وقتی دور میشین شما گایدتون نشون میده که کجا رو باید در واقع سنتر کنین که در واقع سنتریشنتون به خوبی برقرار بشه. بعد از اینکه شما ساکشن رو آن کردین، حالا برای سایکلوتورشن کنترل هم به شما گاید میده که نشون میده که وضعیت لیزر الان کاملا افقیه. اگه مارک کرده باشین، مارکا میدونید توی اینجا باید مارکای حدود 8 میلیمتری بذارید، مثلا مارک توریکای رو لیمبوس نمیذاریم چون وقتی اینجا چیز دیگه دیده نمیشه. بعد اون رو میچرخونین، سرعت لیزر بسیار بالا، در حد کمتر از 10 ثانیه براتون لیزر رو انجام میده و خب البته اینجا به نظر میاد مقدار سرعت انجام عمل رو بالا بردن و خب معمولا عمل به این سرعت بهتر انجام نشه و لنتیکول رو خارج کنید. خیلی ممنون از توجهتون. امیدوارم که بقیه برنامه هم در خدمتتون باشیم. با سپاس از آقای دکتر میرآفتاب و مطالب ارزشمندی که ارائه فرمودن. اگر سوالی هست که سخنران بعدی جناب آقای دکتر امانزاده هستن که در مورد ایندیکیشن ها و کانتر ایندیکیشن ها در عمل جراحی اسمایل صحبت خواهند کرد. آقای دکتر بفرمایید.